الهی پروردگارا و ای بندگانت که از راههای دور آمدن. الهی امروز هوا خیلی گرم است پروردگار، هوا خیلی گرم است و ازدحام اینجا هم پروردگار زیاد است که گرمی رو چند برابر کرده. الهی پروردگار یک قطره به پیش تو خیلی ارزش داره، اما قطره عرق است که از بدن مسلمان در راه تو میچکد. الهی این عرقی که برادران من و بندگان تو در خانه تو کردن، الهی پروردگار این عرق را سبب سردی بدنشان در آخرت بگردان. الهی اگر ما امروز در گرمی هستیم خدایا از سایه عرش ما را بی‌نصیب مگردان. الهی پروردگارا هیچ کدام ما پاک از گناه نیستیم، هیچ کدام ما پروردگار پاک از گناه نیستیم، خالی از خطا و اشتباه نیستیم. الهی در خانه تو آمدیم با دست عاجزی و دست خالی. الهی پروردگار دست بندگی ما دست به سمت تو دراز کردیم. الهی دست ما را خالی برمگردان. الهی دست ما را خالی برمگردان. الهی دست ما را خالی برمگردان. الهی پروردگار زبان ما را به غیبت و تهمت و علما پروردگار مشغول ندار. الهی زبان ما را از غیبت و بدگویی و علما حفظ بکن. الهی تو کریم و مهربان هستی خدایا، ما با قلب مملو از امید به رحمت آمدیم، دست ما را خالی برمگردان. الهی تو قدر ذات کریم هستی که نبیت میگوید که وقتی یک بنده دست به سمت تو دراز میکنه 3 مرتبه میگه یا رب یا رب یا رب. تو خودت میگی من حیا میکنم که دست بنده من خالی برگردانم. یا الله کلتون با آواز بلند بگوین یا رب یا رب یا رب. یا الله خودت گفتی حیا میکنم که دست را خالی برگردانم، دست ما را خالی برمگردان. اول آرزوی ما پاک ما کن یا الله، پاک ما کن یا الله، پاک ما بکن یا الله. آلوده هستیم، دست ما، چشم ما، زبان ما، پای ما، شکم ما، فکر ما، پاک ما کن. الهی تو پاک ما نکردی خاک ما نکن. الهی پروردگارا توبه نصوح نصیب بگردان. الهی توفیق اعمال صالح نصیب بگردان. الهی خوشخو و خوش اخلاق بگردان. الهی زبان ما را نیک بگردان، همیشه به ذکر خودت تر بگردان. الهی پروردگارا حق پدر و مادر که خیلی حق بالایی هست پروردگارا، حق پدر و مادر را خدای به همون قسمی که خودت فرمودی الهی پروردگارا ما در برابرش همون قسم بگردان. الهی پروردگارا تو کریم و مهربان هستی. الهی این گرمی هایی که در این دنیا هست، این گرمی ها را تحمل میکنیم. گرمی روز قیامت گرمی سخت است. الهی عرق تا پاشینه پا، تا زانو، تا کمر، تا گلون. الهی پروردگارا ما را زیر سایه عرش خود قرار بده. الهی تحمل گرمی روز قیامت سخت است، شرمندگی روز قیامت سخت است، بی آبروگی روز قیامت سخت است. ما را شرمنده و بی آبروی روز قیامت مگردان. الهی پروردگار پیامبرت میگه هر کی سر هر گناه مرد روز قیامت به همون گناه حشر میشه. الهی ما را سر گناه مرگ مده. الهی سر گناه مرگ مده. الهی در سجده جان ما را بگیر. الهی در سجده جان ما را بگیر. الهی در مسیر حق جان ما را بگیر. الهی پروردگار به خدمت دین جان ما را بگیر. الهی پروردگار از شفاعت نبیت محروم مکن، از دیدار خودت محروم مکن، از دیدار خودت محروم مگردان. الهی پروردگار مریضان ما را شفای عاجل، مریضان ما را شفای عاجل، فقیران ما را از خزانه های غیب خودت بی نیاز بگردان. علمای ربانی که شهید شدن الهی قبرهایشون پر نور بگردان. الهی قبرهایشون پر نور بگردان. الهی این منبرها ثمره زحمات و تلاشون ها بوده. الهی پروردگار این گریه ها ثمره و تلاشون ها بوده. الهی پروردگار قبرهایشون پر نور بگردان، همهشون را غریق رحمت بگردان. الهی پدران و مادران ما را غریق رحمت بگردان، شایسته بهشت بگردان. زحمات و تلاشی که کردن پروردگارا خدایا همشون را پاداش عظیم برشان نصیب بگردان. همسران ما را با حیا و با شرم بگردان، همسران ما را ساجده و راکع بگردان، دختران ما را با حیا بگردان، فرزندان ما را صالح بگردان، فرزندان ما را صالح بگردان. شکایت از پسران زیاد شده. الهی من هم پسر دارم، این عهد مجلس من هم پسر دارم. الهی کل ما آرزو داریم که دعوتگر دین شوند، مصلح دین شوند. الهی پروردگارا قلبهایشون را پاک بگردان، مریض از شفای عاجل نصیبشان بگردان. الهی دخترکای من مریض از شفای عاجل نصیب بگردان. الهی پروردگار هر کی مشکل داره در این مجلس آمده به امید پروردگار مشکلش را برآورده خیر بگردان. الهی هر دردی که ما داریم درمانش پیش تو است پروردگار، درمانش پیش تو است. هر در که زنم صاحب آن خانه توی تو،
هر جا که روم پرتو کاشان تویی تو، در میکده و دیر که جانان تویی، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی. الهی پروردگار دستان ما را خالی برمگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق سیدنا محمد و آله و صحبه.